سلام، خیلی خوش اومدید. ممنون میشی. سفارشتون انتخاب کردین از منو؟ نه هنوز. میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بله، من کل وقتم در اگه میشه بشی. بله. راستش میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. میشه رک باشم باهاتون؟ بله کاملا. من ازتون خوشم. زهر مار، 2 دقیقه نمیتونید جدی باشی؟ مثلا اومدم ازت مشورت بگیرم. خیلی افتضاحی. خب اینطوری مرسی. خواهش میکنم، ولی خب اینطوری بهش بگی فرار میکنه طرف. چجوری بگم؟ این خب انقدر استرس، انقدر خوش، یه خورده دختری، اشوهی، نازی، یه خورده اشوه بیا ببینم. ادامه نده. تمام کن. ببین بذار یه 4 تا روش سامورایی یادت بدم، بری کلا ضرب فنیش کنی. بفرمایید آقای سامورایی. ببینم شما چی کار میکنید. خودتو بذار جای اون کسی که میاد سفارش میگیره، من بهت میگم. سلام، خوش اومدید. خیلی ممنون. میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ بفرمایید. من یه چند وقتی هست که میام اینجا، خیلی حس خوبی از شما دریافت میکنم. بعدش میخوام اگه امکانش هست بیشتر با هم در ارتباط باشیم و چشم عباس آقا، این بود روش های ساموراییت؟ به نخند جدی باش. ببین چرا؟ دوباره از اول سفارش رو بگیر. چطور یهو جدی میشی میخندی؟ میشه مجدد؟ اوکی. سلام، خوش اومدید. خیلی ممنون. میدونیم یه چند وقتی هست که میای اینجا، خب خیلی ذهنمو درگیر کردی. یه طوری شده که هر جا میرم تو خیابون همش به تو دارم فکر میکنم و اینکه همش کلی حرف آماده میکنم که بیا اینجا و تو چشات نگاه کنم و حرفمو بزن، ولی همین که تو چشات نگاه میکنم اوری دلم میریزه و همه چی از زیادم میره. چطوری بهت بگم؟ حس من به تو خیلی بیشتر از یه دوست معمولیه. خب میدونم حس اشتباهیه، میدونم نباید باشه، ولی دوست ندارم این حس رو سرکوب کنم. چطوری بهت بگم؟ من بیشتر از یه دوست از تو خوشم میاد و اینکه اونا خیلی خوب بودن. اونا رو از کجا یاد گرفتی تو؟ میدونی چرا خوبن؟ خیلی دیگه. ببین یه حرفایی که از ته دل میاد بیرون همیشه قشنگه و این حس واقعی من بود تو گفتم.